به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد. فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه معاصر. نویسنده دیوید فرامکین، مترجم حسن افشار و نشر ماهی در سال 1388 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا و به درد بخور در عصر حاضر رو با همدیگه گوش بدیم. بعد از جنگی که به همه جنگ‌ها پایان داد، ظاهراً در پاریس به صلحی دست یافتند که همه صلح‌ها را برباد داد. آرچیا ویول، افسری که تحت امر ژنرال آلبنی در فلسطین خدمت کرده بود. خاورمیانه‌ای که امروزه در عنوان‌های خبری نامش را می‌شنویم، محصول تصمیمات متفقین در جنگ جهانی اول و پس از آن است. در صفحات آینده قصد دارم این داستان پرشاخ و برگ را نقل کنم که چرا و چگونه و با چه بیم‌ها و امیدها، عشق‌ها و نفرت‌ها، اشتباه‌ها و سوء تفاهم‌ها این تصمیم‌ها گرفته شد. گزارش‌های رسمی روس‌ها و فرانسوی‌ها از عملکردشان در خاورمیانه در آن زمان طبعاً جنبه تبلیغاتی داشت. گزارش‌های رسمی انگلیسی‌ها، حتی خاطراتی که بعدها مقامات رسمیشان نوشتند، هم دور از حقیقت بود. انگلیسی‌هایی که سهم عمده‌ای در این تصمیم‌گیری‌ها داشتند، روایتی از وقایع نقل می‌کردند که در بهترین حالت دستکاری شده و در بدترین حالت مندرآوردی بود. آنها می‌کوشیدند دخالت خود را در امور مذهبی مسلمانان پنهان کنند و چنین بنمایند که برای حفظ استقلال عرب‌ها به خاورمیانه آمدند. آرمانی که در واقع هیچ باوری بدان نداشتند. وانگهی قیام اعراب که محور روایت آنها را تشکیل می‌داد، بیش از آن که واقعاً رخ داده باشد، زایده تخیل خارق‌العاده تامس ادوارد لارنس بود. آن راوی قصه‌های خیال‌انگیز که لاول تامس، شومن امریکایی، به لارنس عربستان مشهورش کرد. ولی در چند دهه اخیر حقیقت ذره ذره از پرده بیرون آمده و اینک با گشایش بایگانی‌های اسناد محرمانه و اوراق خصوصی سرانجام بسان خورشیدی از پس ابر رخ نموده است. سال 1979 که کار تحقیق را شروع کردم، دیگر چنین به نظر می آمد که می توان حقیقت ماجرا را باز گفت. کتاب حاضر ثمره آن تحقیق است. در دهه گذشته بسیار در بایگانی‌ها گشتم، نوشته‌ها را خواندم و یافته‌های پژوهش‌های تازه را همچون قطعات جوچینی گرد آوردم تا تصویر را کامل کنم. غالب آنها را نویسندگانی یافتند که از آثارشان در پایان کتاب نام بردم، اما خودم نیز به نکاتی رسیدم. مثلا اینکه ترک‌های جوان در اول اوت 1914 برای ترغیب آلمانی‌ها به اتحاد چه کردند، یا اینکه فاروقی مذاکره کننده عرب چرا خطی در داخل خاک سوریه کشید و آن را مرز استقلال ملت عرب خواند. پس شاید من نخستین کسی باشم که از سوء تفاهماتی پرده برمی‌دارد یا دست کم توجه را به سوء تفاهماتی جلب می‌کند که در 1916 به کشمکشی پنهان در درون دولت بریتانیا انجامید. کشمکشی میان سر مارک سایکس، مسئول دفتر خاورمیانه در لندن،
و رفیقش گیلبرت کلیتون رئیس اداره اطلاعات در قاهره. من پی بردم که سایکس و کلیتون هیچ کدام سر از کار هم در نیاوردند. سایکس در مذاکرات آن سالش با فرانسوی ها نفهمیده بود که کلیتون دقیقاً چه کاری از او خواسته است. سایکس در نهایت ساده لوحی چنین می‌پنداشت که دارد خواسته کلیتون را برآورده می‌کند، حالانکه کلیتون شک نداشت که سایکس عمدن او را مایوس کرده است، چون کلیتون هرگز در این باب چیزی به او نگفت. سایکس متوجه نشد که با همکارش اختلافی پیدا کرده است. از این رو در ماه‌ها و سالهای بعد سایکس به غلط تصور می‌کرد هنوز با کلیتون یک دل است، حالانکه کلیتون بدل به مخالف سیاست او و چه بسا خطرناکترین مخالف آن در دولت شده بود. یکی از تلاش‌های اصلی هم این بوده است که از کاغذبازی‌ها ابهام زدایی کنم و امیدوارم که به مقصودم رسیده باشم. با این همه کوشیدم صرفاً به توضیح روندها و مراحل بسنده نکنم. کتاب حاضر بر آن است که از آنچه به طور کلی در خاورمیانه اتفاق افتاد چشمانداز وسیع ارائه کند و نشان دهد شکل‌گیری خاورمیانه کنونی نتیجه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ در سر بزنگاه بود. درست لحظه‌ای که امواج توسعه طلبی امپراتوری‌های اروپای غربی به نقطه اوج خود رسیدند و به اولین اثرات قدرتمند سدی برخوردند که بنا بود آنها را به عقب براند. خاورمیانه‌ای که من می‌شناسم فقط مصر و اسرائیل و ایران و ترکیه و ممالک عرب آسیا را در بر نمی‌گیرد، بلکه کشورهای آسیای میانه و افغانستان را نیز شامل می‌شود. کل منطقه‌ای که بریتانیا از زمان جنگ‌های ناپلئون به بعد در آن جنگید تا مسیر هندوستان را از یورش‌های فرانسه و بعد روسیه در امان نگاه دارد، در فرایندی که به بازی بزرگ مشهور شد. در پژوهش‌های دیگری که درباره جنگ جهانی اول و پیامدش در این منطقه انجام گرفته است، معمولاً تنها به یک کشور یا حوزه کوچک پرداختند. حتی آنهایی که به سراغ کل سیاست‌های اروپایی در شرق عربی یا عثمانی رفتند، نیز فقط مثلاً به نقش بریتانیا یا نقش مشترک بریتانیا و فرانسه توجه کردند. من پیدایش خاورمیانه کنونی را در چارچوبی وسیع‌تر دیدم. نتیجه آن بازی بزرگ قرن 19 را هم در نظر گرفتم و بنابراین روسیه را هم دارای نقش مهمی در داستان دانستم. تماماً یا بعضاً به سبب روسیه بود که کیچنر اتحاد بریتانیا با جهان عرب را پی افکند. نیز بدین سبب بود که بریتانیا و فرانسه گرچه ترجیح می‌دادند امپراتوری عثمانی در منطقه باقی بماند، تصمیم به اشغال و تقسیم خاورمیانه گرفتند. از همین رو بود که وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرد از تأسیس کشوری برای ملت یهود در فلسطین حمایت می‌کند و سرانجام در همین راستا بود که پس از جنگ عده‌ای از دولت مردان انگلیسی احساس می‌کردند مکلفاً جبهه مخالفت با بلوچیسم پیکارجو را در خاورمیانه حفظ کنند. از این رو تا جایی که من می‌دانم این نخستین کتابی است که قصه خاورمیانه را در معنایی چنین وسیع روایت می‌کند، در بستر بازی بزرگ که روسیه هم در آن نقش مهمی دارد. ضمن مطالعه کتاب خواهید دید که در داستان خاورمیانه اشخاص و شرایط و فرهنگ‌های سیاسی چندان اهمیتی پیدا نمی‌کنند، جز آنجا که من به خطوط و ابعادی اشاره می‌کنم که سیاستمداران اروپایی در تصمیماتشان نادیده می‌گرفتند. کتاب حاضر به روند تصمیم‌گیری می‌پردازد و در سال‌های 1914 تا 1922 تنها کسانی که دور میز می‌نشستند و تصمیم می‌گرفتند
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بودند. در این دوره کشورها و مرزهای خاورمیانه را در اروپا پدید می‌آوردند. مثلا عراق و کشوری را که اکنون اردن نام دارد انگلیسی‌ها اختراع کردند. مرزها را سیاستمداران انگلیسی بعد از جنگ جهانی اول در نقشه خالی کشیدند. حدود عربستان و کویت و عراق را یک کارمند دولت انگلیسی در سال 1922 تعیین کرد و مرزهای میان مسلمانان و مسیحیان را فرانسه بین سوریه و لبنان و روسیه بین ارمنستان و آذربایجان شوروی کشید. قدرت‌های اروپایی آن زمان بر آن بودند که باید نوعی نظام حکومتی مصنوعی در خاورمیانه به وجود آورند تا اساس موجودیت سیاسی آسیای مسلمانان را تغییر دهند. از این رو خاورمیانه به مجموعه‌ای از کشورهایی تبدیل شد که هنوز از ملت نشدند. شالوده حیات سیاسی در خاورمیانه یعنی دین را روس‌ها با کمونیسمشان و انگلیسی‌ها با ناسیونالیسم یا وفاداری دودمانی زیر سوال بردند. ایران انقلابی در جهان تشیع و اخوان المسلمین در مصر و سوریه و سایر کشورهای سنی مذهب این قضیه را زنده نگه داشتند. دولت فرانسه تنها قدرتی که اجازه داد دین اساس سیاست ولو سیاست فرانسه در خاورمیانه باقی بماند. از فرقه‌ای در برابر دیگران حمایت کرد. بدینسان اینجا هم پرونده باز ماند و مناقشات فرقه‌ای در دهه‌های 70 و 80 لبنان را به خاک و خون کشید. بر این باورم که سال 1922 نقطه بی‌بازگشتی بود که طوایف مختلف خاورمیانه در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. از این رو هیجان و جذبه خاص سالهای مد نظر این کتاب 1914 تا 1922 در آن است که این سالها دوره‌ای سازنده و خلاق بوده که هر چیزی در آن ممکن به نظر می آمده یا واقعاً ممکن بوده است. عصری که اروپایی‌ها منطقاً ناسیونالیسم عرب و یهود را متحدان طبیعی یکدیگر می‌دیدند، زمانه‌ای که نه عرب‌ها بلکه فرانسوی‌ها دشمنان خونی جنبش صهیونیستی بودند و دورانی که نفت نقش مهمی در سیاست‌های خاورمیانه نداشت. ولی تا سال 1922 رفته رفته گزینه‌ها محدود و راه‌ها انتخاب شدند. خاورمیانه راهی را در پیش گرفت که به جنگ‌های بی‌پایان مثلا بین اسرائیل و همسایگانش یا بین چریک‌های رقیب در لبنان ختم شد و نیز به اقدامات روزافزون تروریستی، هواپیمایی ربایی، سوء قصد، کشتارهای پیاپی که به یکی از ویژگی‌های بارز حیات بین‌المللی در دهه‌های 70 و 80 بدل شد. اینها بخشی از آن میراث تاریخی اند که شرحشان در صفحات آینده خواهند آمد. 2 داستان در کتاب نقل می شود که بعد به هم خواهند پیوست. داستان اول با تصمیم لورد کیچنر در ابتدای جنگ جهانی اول آغاز می شود. تقسیم خاورمیانه بعد از جنگ بین بریتانیا و فرانسه و روسیه. لورد به سر مارک سایکس مأموریت می‌دهد روی جزئیات این تصمیم کار کند. سایکس را در سالهای جنگ تعقیب می‌کنیم و می‌بینیم چگونه نقشه آینده خاورمیانه را آماده می‌کند. بعد از جنگ نقشه تا حدود زیادی عملی می‌شود و در قالب اسنادی رسمیت می‌یابد که اغلبشان در سال 1922 تنظیم می‌شوند. من ابتدا قصد نوشتن این داستان را داشتم. میخواستم نشان بدهم که اگر شماری از اسناد و تصمیمات سال 1922 را کنار هم بگذاریم، مثل اعلامیه آل نبی که استقلال سوری مصر را بنا نهاد، قیومیت فلسطین و گزارش چرچیل درباره فلسطین که اسرائیل و اردن از دل آن بیرون آمدند، معاهده بریتانیا که وضع عراق را مشخص کرد، قیومیت فرانسه بر سوریه و لبنان،
نقش بریتانیا در احیای سلطنت شاهان مصر و عراق و ایجاد حکومت سلطنتی جدیدی در اردن کنونی و تشکیل اتحاد شوروی که روسیه با آن توانست حکومتش را بر آسیای میانه از سر بگیرد، خواهید دید که مجموع آنها را میتوان حل و فصل مسئله خاورمیانه به شمار آورد. وانگهی اقدامات سال 1922 چون بیشتر اجزای آن حول و حوش همین سال شکل گرفت، نتیجه گفتگوهای زمان جنگ سر مارک سایکس با فرانسوی‌ها و روس‌ها برای رسیدن به توافقی بر سر تقسیم خاورمیانه میان خودشان بود. فرانسه اندکی کمتر از مقدار توافق شده به دست آورد و روسیه تنها اجازه یافت همان مقداری را که پیش از جنگ گرفته بود نگاه دارد. با این همه اصلی که مشارکت آن را در تقسیم و اداره آسیای اسلامی مجاز می‌دانست محترم شمرده شد. در منطقه بریتانیا همه چیز مطابق نقشه سایکس پیش رفت. بریتانیا اغلب به شکل غیر مستقیم و در جایگاه قیم سلطنت‌های اسماء مستقل عرب قدرت را به دست گرفت و خود را حامی هر دو ناسیونالیسم عرب و یهود اعلام کرد. افزون بر اثبات این نکته که در سال 1922 توافقی در خاورمیانه صورت گرفت، نشان خواهم داد که مخالفت ما با آن توافق تا حدی که پس از بازنگری می توانستیم خاورمیانه جدید متفاوتی را طراحی کنیم چنان نیست که اغلب میپنداریم. علت مخالفت ما این نیست که دولت بریتانیا در آن زمان نتوانست توافقی برقرار سازد که نیازها و خواسته‌های مردمان منطقه را برآورده سازد. نکته اینجاست که آنها اصولاً در پی چیز دیگری بودند. از نظر لورد کیچنر و مأمورش مارک سایکس، مسئله خاورمیانه از بیش از یک قرن پیش تغییری نکرده بود. مرز فرانسه باید در کجای خاورمیانه باشد و مهمتر از آن این که مرز روسیه را باید در کجای خاورمیانه کشید؟ این داستانی است که در آغاز می‌خواستم روایت کنم، اما در خلال نقل آن داستان دیگری هم پدیدار شد. داستان این که چگونه بین سالهای 1914 و 1922 اوضاع در بریتانیا عوض شد و دولتمردان و سیاستمداران انگلیسی تغییر عقیده دادند و در 1922 هنگامی که اجرای برنامه دگرگونسازی خاورمیانه را رسما به عهده گرفتند، دیگر باوری به آن نداشتند. ضمن نقل داستان خواهیم دید دولت بریتانیا که در 1914 و 1915 و 1916 از حضور روس‌ها و فرانسوی‌ها در خاورمیانه بعد از جنگ استقبال می‌کرد، پس از جنگ به دولتی تبدیل شد که حضور روسیه را در خاورمیانه خطرناک و حضور فرانسه را در منطقه فاجعه بار می‌دانست. خواهیم دید همان کسانی که در 1917 طرفدار صهیونیست‌ها بودند، در 1921 و 22 ضد صهیونیست شدند و همان کسانی که سنگ نهضت عربی فیصل را به سینه می‌زدند، به زودی او را غیر قابل اعتماد و برادرش عبدالله را به شکل نومید کننده نالایق دانستند. به ویژه خواهیم دید که بریتانیا دست به قمار استعماری و عظیمی در خاورمیانه زد که اگر هدفش دگرگونسازی خاورمیانه به سبک دگرگونسازی هندوستان بود، به ثمر نشستنش نسل‌ها به درازا می‌کشید. بریتانیا درست زمانی دست به این قمار زد که افکار عمومی بریتانیا خواهان کاهش تعهدات دولت در ماورای بحار بودند و دیگر علاقه‌ای به ماجراجوهای استعماری نداشتند. احتمالاً بحران مدنیت سیاسی که خاورمیانه امروز گرفتار آن است، صرفاً ناشی از آن نیست که بریتانیا در 1918 نظم کهن منطقه را ویران کرد و در 1922 در باب نظم جدید آن تصمیم‌هایی گرفت. شاید عامل دیگر بحران مذکور این باشد که بریتانیا در سالهای بعد دیگر به توافقی که خود در 1922 عهده‌دار اجرایش شده بود اعتقادی نداشت.
کتابی که قصد نگارش آن را داشتم بنا بود تنها به نقش اروپا در تغییر خاورمیانه بپردازد، اما حاصل کار چگونگی تغییر خود اروپا و تأثیر این دو دگرگونی بر یکدیگر را نیز در بر می‌گیرد. لوید جورج وودرو ویلسون کیچنر فاتح خارتوم، لارنس عربستان، لنین، استالین و موسولینی مردانی که در شکل‌گیری قرن 20 سهیم بودند. بازیگران اصلی کتاب حاضرند و هر یک می‌کوشند جهان را مطابق رویای خود دگرگون سازند. اما چهره اصلی این کتاب ونیستون چرچیل است که نبوغش محرک وقایع بود و صلاحیت شخصیت عظیمش بر رویدادها سایه می‌افکند و به آنها حیات می‌بخشید. چرچیل هم مثل لوید جورج ویلسون، لنین، استالین و دیگران همچنین مردانی از قبیل یان کریستیان اسموتز، لئو ایمری و لورد میلر خاورمیانه را جز لاینکف یا بوته آزمایشی برای جهانبینی خود می‌دانستند. رویای این افراد در باب آینده خاورمیانه هسته اصلی تصور ایشان از قرن است. آنها با شور و شوق بر این عقیده بودند که قرن بیستم آرمانیشان همچون ققنوسی از دل خاکستر جنگ جهانی اول برمیخیزد یا باید برخیزد. از این دیدگاه تاریخی که در صفحات آینده خواهند آمد سفر پیدایش قرن 20 و خاورمیانه امروز است. بخش اول در چهارراه تاریخ، فصل 1، نفس‌های آخر اروپای کهن. در اواخر بهار سال 1912 کشتی زیبای اینچنترز یا ساحره از بندر بارانی جنوا رهسپار سفری تفریحی در دریای مدیترانه شد. سفری بدون برنامه و زمانبندی. هرچه بیشتر به سمت جنوب می‌رفت آسمان روشن‌تر می‌شد. طولی نکشید که کشتی مملو از نور گشت. این چنترز متعلق به دریاداری بریتانیا بود. تجهیزات مجللش هیچ کم از تجهیزات کشتی شخصی شاه نداشت. حدود 100 نفر خدمه داشت و 10-12 نفر مهمان که از بریتانیا آمده و پس از اقامتی کوتاه در هتل ریتز پاریس به آنها پیوسته بودند. یکی از آنها نخست وزیر بریتانیا هربرت اسکوید بود. دیگری دختر باهوش 25 سالش وایولت و سومی ونیستون چرچیل، متولی غیر نظامی دریاداری که چند عضو خانواده و همکار نزدیک همراهیش می‌کردند. در این واپسین سالهای خوش پیش از جنگ جهانی اول، جنگی که بنا بود خط بطلانی بر دنیای ایشان بکشد، آنها جمع ممتازی بودند، بهره‌مند از همه امتیازاتی که دنیا می‌شناخت. وایولت خاطرات سفرش را می‌نوشت. در بمبئی با دوستانش در خیابان‌های دراز و سوت و کور و زیبایی قدم زده بودند که در عصر رومی‌ها زندگی در آنها موج می‌زد. او در خاطراتش نوشت که حالا این خیابان‌ها را علف برداشته است. در سیسیل تا ویرانه‌های قلعه یونانی کهنی بالا رفتند و روی تکه سنگ‌های دیوارهای فرو ریخته نشستند و بین اسطقدوس‌های وحشی و علف‌های هرز نهار خوردند. بعد بالاتر رفتند و در میان ویرانه‌های آمفی‌تئاتر یونانی به تماشای فرو نشستن آفتاب در دل دریا نشستند. آن وقت میان آویشن‌های خودرو و وزوز زنبورها لم دادیم و دریا را تماشا کردیم که رنگ آبیش سرخ‌فام می‌شد و بعد یشمی سرد، تا اینکه خورشید پایین رفت و ستاره‌ها بیرون آمدند. حرکت‌های وضعی و انتقالی زمین، حرکت‌هایی که روز را شب می‌کنند و بهار و تابستان را پاییز و زمستان، در خاطرات وایولت از چشم‌اندازها و تلالوشان انعکاس یافته است. اما حس میرایی تمدن‌ها و ناپایداری قدرت‌ها
بر گزارش سرمستانه او از سفر جوانانش به سرزمین‌های باستانی سایه نیفکنده است. پدر او بر مسند امپراتوری نشسته بود، کم و بیش 2 برابر امپراتوری روم در اوج قدرتش. شاید او میپنداشت که امپراتوری پدرش هم 2 برابر امپراتوری روم می‌کند. نخست وزیر گردشگری پرشور بود که راهنمای بدکرش را زمین نمی‌گذاشت. او کلاسیست 2 آتشه‌ای هم بود که یونانی و لاتین را راحت و با لذت می‌خواند و می‌نوشت. وینستون چرچیل که سررشته‌ای از زبان‌ها و ادبیات کهن نداشت، مثل کودکی به او حسودی می‌کرد و می‌گفت این یونانی‌ها و رومی‌ها را زیادی بزرگ کردند. هنرشان فقط این بوده که همه چیز را پیش از دیگران گفتند. من هم به اندازه آنها چیزهای خوب گفتم، ولی آنها قبل از من بودند. وایولت می‌نویسد پدرم به او می‌گفت دنیا خیلی پیش از یونانی‌ها و رومی‌ها هم وجود داشته است، اما فایده‌ای نداشت. نخست وزیر مرد روشنفکری بود و می‌دانست دیدگاه متخصصان تاریخ باستان هرگز منحصر به تمدن‌های اروپایی یونان و روم نیست. دانشمند امریکایی جیمز هنری برستیت نظریه پرطرفداری مطرح کرده بود، بدین مضمون که تمدن معاصر یعنی تمدن اروپا نه از یونان و روم بلکه از خاورمیانه سرچشمه گرفته است. از مصر و یهودیه، بابل و آشور، سومر و آکد، تمدنی که ریشه‌هایش به هزاران سال پیش می‌رسید، به پادشاهی‌های خاورمیانه که دیر زمانی پیش از میان رفته بودند، اینک به برتری جهانی ملت‌های اروپایی، آرمان‌ها و روش زندگی آنها منجر شده. در آن سالهای نخست قرن 20 که چرچیل و مهمانانش مسافر کشتی اینچنترس بودند، طبیعی بود که گمان کنند ملت‌های اروپایی تا آنجا که چشم ذهن می‌تواند آینده را ببیند، همچنان نقش مسلط را در امور بین‌المللی خواهند داشت. همچنین عجیب نبود که تصور کنند غرب رسالت تاریخی خود را که چیزی به تحققش نمانده بود به زودی تکمیل خواهد کرد. تعیین سرنوشت سیاسی ملت‌های دیگر جهان یکی از معدود مناطق مهم جهان که هنوز کار داشت خاورمیانه بود. قالب اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خاورمیانه هنوز به شکل و شمایل مطلوب اروپایی‌ها در نیامده بود. بخش دوم. خاورمیانه در قرن 19 میدان رقابت حریفان در آن بازی بزرگ بود و بدین سبب اهمیت زیادی داشت. اما در سالهای نخست قرن 20 که رقابت‌ها ظاهراً ختم شده بود، خاورمیانه دیگر نقشی حاشیه‌ای داشت. منطقه کلاً تبدیل به حیات خلوت قدرت‌های اروپایی شده بود. گمان می‌رفت دیر یا زود اختیار آن را به دست خواهند گرفت و اکنون نیازی به عجله نیست. کمتر فرد اروپایی از همنسلان چرچیل می‌دانست یا اهمیت می‌داد که در امپراتوری‌های بیرمق سلاطین عثمانی یا شاهان ایران چه می‌گذرد. فقط اتفاقی مثل کشتار ارامنه به دست ترک‌ها صدای غرب را بلند می‌کرد که آن هم بیشتر از کشتار یهودیان به دست روس‌ها نگرانی به وجود نمی‌آورد. سیاستمداران دنیا دیده‌ای که در خلوت می‌گفتند کاری از کسی ساخته نیست، در جلو از سلطان عثمانی می‌خواستند دست به اصلاحات بزند. همین و بس. دسیسه بازی‌های حقیر درباری، فساد مقامات رسمی، ائتلاف‌های ناپایدار طایفه‌ای و مردم بیحال و تنپرور اجزای تصویری بود که اروپاییان از این منطقه در ذهن داشتند. چیزی در این تصویر نبود که اهالی لندن و پاریس و نیویورک آن را در زندگی یا منافع خود مؤثر بدانند. البته برنامه‌ریزان در برلین منتظر گشایش راه‌آهن‌ها و بازارهای تازه در منطقه بودند، اما اینها هم صرفاً جنبه اقتصادی داشت. سوداهایی که امروزه نظامیان و
تروریست‌ها را به کشتن و کشته شدن در این منطقه وامی دارد و توجه جهانیان را جلب می‌کند، آن زمان اصلاً وجود نداشت. صحنه سیاسی خاورمیانه در آن زمان زمین تا آسمان با امروز تفاوت داشت. اسرائیل، اردن، سوریه، عراق و عربستان سعودی وجود نداشتند. بیشتر خاورمیانه قرنها در قبضه قدرت سهلنگار و خواب‌آلود عثمانی بود. در امپراتوری عثمانی تاریخ مثل هر چیز دیگری کند حرکت می‌کرد. امروزه در پایان قرن 20 سیاست در خاورمیانه یکسره متفاوت است و به بشکه باروت می‌ماند. اصلی‌ترین نقش را در آفرینش این خاورمیانه جدید گاهی ناخواسته وینستون چرچیل بازی کرد که پیش از جنگ جهانی اول سیاستمداری بود جوان و سخت غیر قابل اعتماد، بدون کوچکترین علاقه‌ای به آسیای مسلمانان. تقدیر غریبی بارها چرچیل و خاورمیانه را سر راه یکدیگر سبز کرد که آثارش هنوز باقی است. برخی خطوط مرزی که همچون جای زخم بر سیمای خاورمیانه نشسته و یادگار آن برخوردها با چرچیل است. فصل 2. میراث بازی بزرگ در آسیا. 1. چرچیل، اسکوئید و برخی همکارانش در دولت از جمله سر ادوارد گری وزیر امور خارجه، دیوید لوی جورج خزانه‌دار کل یا وزیر دارایی و بعدها لرد کیچنر وزیر جنگ نقش مؤثری در خلق خاورمیانه کنونی ایفا کردند. اما آنها در این میان نتوانستند از میراث سیاسی دوران ملکه ویکتوریا که دولت لیبرال اسکوئید میپنداشت آن را کنار گذاشته است بگریزند. اسکوئید و گری به سابقه رقابت بریتانیا با فرانسه و روسیه در خاورمیانه قرن 19 پشت کرده بودند و میپنداشتند که میتوانند آن را نادیده بگیرند، اما سیر وقایع نشان داد که اشتباه میکردند. 2. رقابت بر سر خاورمیانه که انگلستان را با رقیبان اروپایی در انداخته بود، از کشورگشایی‌های استعماری سرچشمه می‌گرفت که با سفرهای کاشفانی چون کریستوف کلمب، واسکو دا گاما، ماژلان و دریگ آغاز شد. قدرت‌های اروپایی در قرون 15 و 16 راه‌های دریایی را کشف کردند و پس از آن بر سر مابقی جهان با هم به رقابت پرداختند. انگلستان نسبتاً دیر به این رقابت پیوست، اما در نهایت بر دیگران پیشی گرفت. مجمع الجزایر بریتانیا در قرن 18 به رغم کوچکی‌اش امپراتوری پدید آورد که شرق و غرب جهان را در بر می‌گرفت. انگلیسی‌ها نیز مانند اسلافشان اسپانیایی‌ها و هلندی‌ها اکنون لاف می‌زدند که در قلمروشان خورشید هرگز غروب نمی‌کند. سال 1912 وقتی وینستون چرچیل و هربرت اسکوئید بر عرشه این چنترس سفر می‌کردند، پادشاهانشان جورج پنجم فرمانروای 1/4 خشکی‌های زمین بود. انگلیسی‌ها به هیچ یک از فتوحاتشان مثل فتح شرق افسانه‌ای نمی‌بالیدند. اما طنز قضیه اینجا بود که بریتانیا با پشت سر گذاشتن فرانسه در آسیا و اقیانوس آرام و با بزرگترین دستاوردش فتح هند، خطوط مواصلاتی و ترابریش را چنان طولانی کرده بود که در نقطه‌های بسیاری میشد قطعشان کرد. این نقطه ضعف را ناپلئون بناپارت در 1798 نشان داد، آنگاه که به مصر حمله کرد و از آنجا راهی سوریه شد. او بعدها گفت که خیال داشته برای پیمودن راه پر افتخار پیشینیان از آنجا به بابل و بعد هم به هندوستان برود، اما ناپلئون در اجرای نقشه‌هایش درماند و سپس تزار دیوانه روسیه پر را ترغیب کرد ارتش روسیه را بدان سمت ببرد. کاری که بریتانیا کرد حمایت از حکومت‌های بومی خاورمیانه در برابر توسعه طلبی اروپایی‌ها بود. بریتانیا نمی‌خواست اختیار منطقه را در دست بگیرد، بلکه به دنبال آن بود که دست قدرت‌های دیگر اروپا را هم از منطقه کوتاه کند. از این رو سیاست دولت بریتانیا در قرن 19 حمایت از
حکومت‌های اسلامی متزلزل آسیا در برابر دخالت‌ها، اقدامات براندازانه و حمله‌های اروپایی‌ها بود. بنابراین طولی نکشید که حریف اصلیش امپراتوری روسیه شد. خنثی کردن طرح‌های روسیه در آسیا دغدغه چندین نسل از سران لشکری و کشوری بریتانیا شد. این تلاش آنها بازی بزرگشان بود که قمار بزرگی هم به شمار می‌رفت. جورج کرزن که بعدها نایب السلطنه هند شد، آن قمار را اینگونه تعریف کرد: ترکستان، افغانستان، ماورای قفقاز، ایران، برای بسیاری این نام‌ها فقط افق‌های دور را تداعی می‌کنند. اعتراف می‌کنم که از نظر من آنها مهره‌های شطرنجی هستند در دست کسانی که بناست با آنها بر سر فرمانروایی دنیا بازی کنند. ملکه ویکتوریا صراحت بیشتری به خرج داد و گفت مسئله این است که آقای دنیا روسیه باشد یا بریتانیا. و بخش 3 فصل 2 رو دیگه فرصت اجازه نمیده که برای شما بخونم. امیدوارم که این کتاب زیبا رو برای خودتون تهیه کنید و داستان خاورمیانه و جنگ‌هاش رو متوجه بشین که از کجا و چطور آب میخوره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.